اینجا ورزشگاه سردار آزادگان سید علی اکبر ابوترابی قزوین، مسابقه تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ملوان بندرانزلی در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران. بازم یه ضربه بی هدف از قوهای سفید انزلی. هر دو تیم هفته اولو بردن، حالا یه اشتباه موقعیت خوب میتونه به دست بیاد برای ملوان بندرانزلی. ببینیم چیکار میکنن. یه ضربه با توی دروازه، گل برای ملوان. تو همین ابتدای کار این ملوان بندرانزلیه که به گل میرسه. خیلی خوب اونجا فریب داد، ضربه چپ خیلی قشنگ به دروازه سید حسین حسینی که باز میشه. استقلال شاید انتظار خوردن گل تو این دقایق اولیه رو تو ورزشگاه نداشت. چه مانورایی داد اونجا، چه چپ قشنگی رو زد تا دروازه باز بشه و ملوان فعلا یکیچ پیش بیفته در مقابل استقلال تهران. صحنه هم باید بررسی بشه، مشکل چیزی نداشته باشه. بعد کوپال ناظمی سوت شروع بازی رو به صدا در میاره که حالا اینجا گل هم تایید میشه. استقلال 0 ملوان 1. باهوش بازی کرد توی دقایق ابتدایی ملوان. یه بار دیگه موقعیت میتونه باشه برای استقلال. ببینیم چیکار میکنن. یه ارسال آفساید نیست، کنترل سینه و در ادامه یه ضربه محکم و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت و کوپال ناظمی اعلام میکنه که کورنر شکل گرفته. ارسال بلند بازم سمت چپ، این ماشاری پوفه که به توپ رسیده. یه بازیکن مقابلش اوپای چپ ارسال کرد، یه فرصت برای استقلال و توپ رو در اختیار میگیره حبیب فرعباسی. ضربه سر از داسیلوا، توپ به زمین ملوان میرسه. رضایی تحصیل گذاشت و خطایی نیست. بازی ادامه پیدا میکنه. موقعیت میتونه باشه برای استقلال. ببینیم چیکار میکنن. یه ارسال کوتاه و تو اون شلوغ پولوقی فرعباسی توپو دور کرد و به روش خطا شد. بازم سمت راست استقلال موقعیت داره. ارسال بلند، یه فرصت و چه توپی گل نشد. با این ارسالی که انجام شد با اختلاف خیلی کمی توپ آرمان رمضانی به بیرون رفت تا برای سومین بار تو این ورزشگاه گلزنی نکنه. بازم سمت راست، یه فرصت خوب. ببینیم چیکار میکنه رضاییان. اینجا تکلیف که زده میشه. یه بار دیگه فرصت هست. در ادامه سفید پوشا توپ رو دور کردن. اگه به توپ برسن که نه، استقلال میتونست موج دیگه حمله رو شکل بده و پرتاب به نفع ملوان بندرانزلی شکل گرفته. استقلال تهران در تدارک یک حمله است. ببینیم چیکار میکنن. یه موقعیت خوب، یه پاس، پنالتی گرفته میشه. آره، داور اعلام پنالتی کرده و حالا دیگه همه نگاه ها به وار و اینکه تصمیم کوپال ناظمی درست بوده یا نه. همه منتظرن ببینیم که تصمیم چی میشه. فعلا ذوباهن هوادار، چادر ملا شمس‌آذر، خیبر سپاهان 0-0 و اینجا تایید میشه پنالتی که کوپال ناظمی گرفت. منتظرین تا ضربش رو بزنه. رامین رضاییان 32مین دقیقه بازی ضربه رو میزنه و توی دروازه بازی 1-1 مساوی میشه در قزوین. رامین رضاییان از روی نقطه پنالتی، فرعباسی هم خوب رفت. به خاطر همینم این کلی از خودش شاکیه. اینجا دیگه مشخص میشه یه لمس ریزم کرد دستاش توپو، ولی خب در نهایت بازی رو رامین رضاییان 1-1 مساوی میکنه. زکی پور سمت چپ، یه توپ بلند و البته که یه اشتباه حالا کار میتونه دست ملوان بده. یه فرصت خوب، ماشاری پوپ یه بغل پای خوشگل رو زد اما اون جون لازم رو نداشت و حبیب فرعباسی صاحب توپ شد. یه ارسال بلند و فرعباسی قائله رو ختم به خیر میکنه. بازم خود رامین، یه ارسال، یه موقعیت دیگه برای استقلال و ببینیم که کورنر یا ضربه دروازه. داورا
معتقدن که ضربه دروازه به دست اومده. 50مین دقیقه بازی، یه موقعیت خوبی که میتونه برای استقلال به دست بیاد. یه ارسال، یه فرصت، یه ضربه. فرح عباسی خوب گلری میکنه. این بارم مقابل آرمان رمضانی میتونه ضد حمله شکل بگیره برای ملوان. یه فرصت خوب اونجا میتونه باشه 3 در مقابل 2. ببینیم چیکار میکنن. یه فرصت دیگه برای ملوان، ببینیم چه اتفاقی میفته. و البته که قدر این موقعیتو شمس‌آذر 10 نفره داره بازی میکنه برابر چادرملو. اون بازی 1-1 شده. حالا موقعیت برای ملوان، ضربه حسینی یه بار دیگه و توی دروازه. ملوان به گل دوم میرسه در قزوین. چه بازیکنی هم گل زد. توپو برگردون حسینی در این سمت نهایت استفاده رو برد از فضایی که در اختیارش قرار گرفت. رضا جعفری حالا موقعیت میتونه باشه برای استقلال. یه پاس به بیرون، ببینیم چیکار میکنن. یه ضربه و موفق نبود آرش رضاوند. یه حرکت خوب اسلامی، یه موقعیت و کرنر. رضاییان کرنر رو میزنه، توپ دور میشه. بازم فرصت برای استقلال. یه ضربه بین راه به سفید پوشا میخوره. معتقدن که باید پنالتی گرفته بشه براش. این اون صحنه قبلیه که معتقد بودن باید پنالتی گرفته بشه برای استقلال. مهدی بنیادی فر توضیح میده صحنه رو و اعلام میشه که پنالتی هم نیست. کرنر رو ماشریپوف بازم بلند رو تیر 2. پنالتی، یه بار دیگه پنالتی گرفته میشه برای استقلال. تا دقیقه 89 هم بازی چادرملو اردکان و شمس‌آذر قزوین 1-1 و پنالتی هم اعلام میشه در این دقایق به نفع استقلال تهران. رامین رضاییان ضربه رو میزنه و گل برای استقلال. این بازی قشنگ همچنان جذاب دنبال میشه در قزوین. 2-2 مساوی. میبینید رامین رضاییان مثل نیمه اول فرح عباسی رفت سمت توپ، اما یه جایی میزنه که اصلا کاری از دستش دروازه‌بانی بر نمیاد. سمت راست، یه ارسال بلند، یه موقعیت، یه ضربه سر. فرح عباسی هر طوری که از اونجا به کمک بازیکن‌ها اجازه نمیدن دروازه‌شون باز بشه.